مخاطب عادی نوشته یا یه سایبری نوشته؟ خیلی سوال خوبیه. از کجا معلوم طرفدارای جمهوری اسلامی بیشتر نباشن؟ خیلی خوب، اگه فکر میکنید طرفدارای جمهوری اسلامی بیشترن، یه انتخابات آزاد، یه همه پرسی بذارید ببینید مردم جمهوری اسلامی رو میخوان یا نمیخوان. شما بیشتر نیستید، اقلیتید. چون اجازه انتخابات آزاد نمیدید، نشون میده اقلیتید دیگه، میترسید. اجازه همه پرسی نمیدید، چون اقلیتید. مردم میان خیابون، چون برای حرفشون جوابی ندارید مردم میکشید و اینترنت رو به رو مردم میبندید. همه این چارتایی که عرض کردم نشون میده شما اقلیتید. 4-5% ایران بیشتر نیستید. چون اگر اکثریت بودید اجازه انتخابات آزاد میدادید، اگر اکثریت بودید اجازه همه پرسی میدادید، اگر اکثریت بودید از تظاهرات مردم نمیترسیدید، اونا رو به رگبار نمیبستید. حکومتی به رگبار میبسته که میبنده که نگران سقوط. و چهارم، اگر اکثریت بودید سلاح مردم رو نمیبستید. اگر اکثریت بودید هشت شعبی و فاطمیون رو برای کشتن مردم نمی آوردید. شما نگران سقوط بودید که مردم قیام کنن، خطر بیخ گوشتون بود، هنوز هم هست. اگر اکثریت بودید نمی رفتید بیگانه هایی رو مثل هشت شعبی بیارید برای کشتن مردم. موقعی که هشت شعبی فاطمیون آوردید یعنی به شدت ترسیده بودید. نمیخوام بگم مثل سگ ترسیده بودید، چون سگ خیلی